تو 12 روزی که کشورمون وارد بحران شد، هممون دوست داشتیم از اخبار لحظه‌ای کشور باخبر بشیم و این منوط به داشتن VPN بود. اونجایی که فقط یه سری VPN ها تو کشورمون کار میکرد، نیاز به دانلود از اپ استور داشتیم و باید اپ استورمون کار میکرد تا بتونیم برنامه مورد نیازمون رو دانلود بکنیم، ولی عملاً دسترسی بهش به خاطر یه سری محدودیت‌های کشور وجود نداشت. و حالا این تنها راه حلیه که اگه زمانی خدایی نکرده کشورمون دوباره با بحران‌های این چنینی روبرو شد، بتونیم از اپ استور برنامه‌ای که می‌خوایم رو دانلود بکنیم. برای این کار باید وارد ستینگ گوشیمون بشیم، قسمت وای فای روی این اینفورمیشن ضربه بزنیم. این صفحه که برامون باز شد، روی قسمت کانفیگ DNS بزنیم و از حالت اتومات به حالت منوال تغییرش بدیم. اینجا دیلیتو بزنیم و اون DNSی که براتون نسبت به اینترنتی که دارید، نسبت به حالا اینترنت همراه یا ثابتی که دارید براتون می نویسیم. ما به خاطر اینکه اینترنتمون مخابرات بوده این DNS رو وارد می کنیم و سیو رو می زنیم. بعد از این کار وارد اپ استور که بشید، همه چی براتون باز میشه و میتونید راحت برنامه‌ای که میخواید رو دانلود بکنید.